خدمت آقای دکتر سید علیرضا میر اسماعیلی هستیم. ایشون متخصص پوست و مو هستن و همونطور که قبلا دیدید به هر حال در مورد مسائل مختلف پوست با ایشون صحبت کردیم. امشب هم می‌خوایم در مورد پسوریازیس با ایشون به بحث و گفتگو بشینیم. آقای دکتر سلام مجدد، خیلی خوش اومدید. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه سلام. آقای دکتر یه تعریفی از بیماری صدف بکنیم. اصلا یعنی چی، چه اتفاقی در بدن میفته که بهش میگن بیماری صدف و بعد چقدر شیوع داره در کل دنیا، در ایران و از به چه شکلی است؟ ببینید، بیماری پسوریازیس یا اصطلاح بیماری داءالصدف که از قدیم بهش میگفتن، یک بیماری بسیار شایع پوستی هست. شیوع حدود 2 تا 3% در جوامع مختلف داره. اگر تخمین بزنیم حدود 125 میلیون نفر در کل دنیا به این بیماری مبتلا هستند. بله. یه بیماری هست که در واقع بیماری مزمن التهابی پوست و همینطور ناخن‌ها و مفاصل هست. یعنی این سه بخش رو میتونه درگیر بکنه به صورت یه سری ضایعات قرمز تا صورتی پوسته دار که این پوسته ها خیلی چسبندن، سفید رنگ و رنگ سفید صدفی دارن. بله. که اون اصطلاح داءالصدف هم به خاطر همین رنگ پوسته ها بهش نسبت داده میشه و بیشتر هم روی اندام ها هستن، مثل روی آرنج ها، روی زانوها، نواحی کمر و پشت رو میتونه درگیر کنه و همینطور در پوست سر میتونه دیده بشه. معمولا ضایعات به صورت قرینه هست. بله. خب این ضایعات برای بیمار آزاردهنده است. این ضایعات میتونن دچار خارش بشن، ترک بخورن، ایجاد درد بکنن. درگیری مفاصل از اون طرف که مثل مفاصل دست میتونه دردناک بشه، برای بیمار آزاردهنده باشه. مرتبا از این ضایعات پوسته ریزی بیمار داشته باشه، لباسش، محیط اطرافش این پوسته ها پخش بشه و از طرف دیگه ممکنه بیمار دچار یک اضطراب و نگرانی بشه به خاطر ارتباطش با اطرافیان. یکی از باورهای غلط متاسفانه در جامعه برای کسایی که نمیدانن بیماری پسوریازیس چی هست، وقتی روبرو میشن با این ضایعات فکر میکنن این بیماری بیماری عفونیه، یک بیماری واگیرداره. من همینجا تاکید میکنم که بیماری پسوریازیس یا صدف به هیچ عنوان بیماری واگیرداری نیست و یک فرد از تماس فیزیکی با یک فرد دیگر به هیچ عنوان این بیماری رو کسب نمیکنه.